سلام دوستان، با کانال نکاتوب خوش آمدید. معمولا در برنامه‌های تلویزیونی همه چیز از پیش تیار شده است. اما در برنامه‌های پخش مستقیم شانس دیدن حادثه‌های جالب و حقیقی بلند می‌شود. خبرنگاران در طول برنامه زنده کوشش می‌کنند که همه چیز به طور عادی پیش رود، اما همیشه می‌شود که حالت روی می‌دهد و بیننده این حالت غیر عادی را مشاهده می‌کند. همیشه این حالت‌های غیر انتظار باعث خنده بیننده می‌شود. حالا با هم تماشا می‌کنیم حالت‌های غیر عادی را که در پخش زنده روی دادند. تا آخر برنامه با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб ва сарпарасти барномаи имрӯзаи канали Некатоб. ин ширкати 1x мебошад ки силкаша ман дар аввалин комментария закрепит карда мемонам. касоне ки мефаҳмед ин чӣ ширката метавонед дуроен бозиҳотона давом додан гирем ва промокоди некаро истифода барем, ба шумо $100 бонус метиҳанд ки барои депозити аввал ба шумо хеле ёрдам мекунад. хайр дӯстони азиз, силка дар аввалин комментария закрепит кардагай, боқӣ монда видеоро тамошо мекунем. рафтем. اگر در وقت مصاحبه کردن یگان صدای بیرون از صحبت شما را قطع کند، حتما مصاحبه کردن کاری دشوار خواهد بود. اما این صداها میتواند هر بیننده را به خنده وادارد. میگویند سگ‌ها مکان‌هایی را که دوست می‌دارند نشانه می‌گذارند، اما این کار را با آدمان هم می‌کردند. البته این زنی خبرنگار از این موضوع آگاه نبود، اما آن را تا آخر عمر به یاد می‌سپارد. باز همین خبرنگار توجه حیوان را بیش از حد به خودش جلب می‌کند. این ظرافت چنان از او خوشش می‌آید که خودش را با بدنش می‌مالد. در وقت پخش زنده تلویزیونی هر حادثه‌ای ممکن است که روی دهد، حتی اسب یک شاخه هم پیدا می‌شود. Just left, a fire truck just left, and there's a firefighter there right now, but everyone is outside. We're live tonight. David Williams, First Coast News, ABC 12. سگ‌ها، شترها و حتی اسب‌های یک شاخه حیوانات زیبا هستند، اما این خبرنگار بیچاره با یک هیولا روبرو می‌شود. در وقت پخش زنده برای لباسش حشره کلانه می‌نشیند که از ترس صدای فریادش به آسمان می‌پیچد. در برنامه زنده مجری برنامه میخواد حرکت‌های تیزش را به جکی چن نشان دهد. جکی چن حرکت‌ها را دیده به او بهای خوب میدهد، اما بعد از آن یک حرکتی با سرعت خود را به مجری نشان میدهد. اگر رابطه عاشقانه از دو طرف باشد پس خیلی خوب پیش می رود، اما به هر حال نباید به عشقت اجازه دهی که به بالای سرت بروید. این مرد چنان عاشق گربه اش است که به او اجازه هر کاری را می دهد. حتی او را به بالای سرش سوار کرده با جدیت تمام مصاحبه کرده ایستاده است. Yes, the country managed by community secret services. And you در وقت برنامه این خبرنگار یک پیاده‌گرد پاکت پر از پرتوش را به سرش می‌ریزد، اما او تعادل خود را به دست گرفته آرامانه مصاحبه‌اش را دوام می‌دهد. Mary, the weaker twin, does die for any reason. I'm sorry about that. We do have some strange characters down here at the High Court. But هر خبرنگاری زنه میخواهد در صحیفه تلویزیون زیبا به نظر رسد، اما اگر چهره او را با چهره یک خوک پنهان کنند این زیاد کاری جالبی نخواهد بود. هرچند که این کار یک سوژه خنده برای تماشابینان شده بود، اما این خبرنگاری خوش رفتار از این کار زیاد ناراحت نمی شود. Your family and friends, so if you get a similar call, make sure to contact them. Pigs are reportedly running rampant in a Venice community. The Jacaranda West Country. این دختری اسکیت باز نیز در وقت پخش زنده یک بار به زمین می افتد و همراهانش کوشش می کنند که به او یاری رسانند. You guys are teaching me how to cross country ski, so give us some bass. این دختری خبرنگار در وقت پخش زندهش از این سرسره یخی میخواهد فرامده یک نمایش خوب را اجرا کند، اما همه چیز به خواسته او پیش نمی رود. 就看得到下面有一家只有家的，不过到底会从到那天呢，俺就让他就来吃酸啦。
این خبرنگار هم در وقت پخش برنامه‌اش به زمین می‌افتد. هیچ گپ ندارد. حتی مدل‌های زیبا هم در وقت نمایشی لباس به زمین می‌افتند. مهم این که او سلامتیش را از دست نداده است و دوباره برخواسته برنامه‌اش را دوام می‌دهد. يوم الاثنين نلقي نظرة أيضا على أوامر ما قبل افتتاح. مردی مجسمه ساز 8 ساعت رو صرف کرده است تا این مجسمه‌اش رو بسازد. اما خبرنگاری بیچاره با یک حرکت این مجسمه رو به زمین چپه می‌کند و همه زحمت‌های او رو برباد می‌دهد. مجسمه ساز خیلی عصبانی شده است و اگر این پخش زنده نمی بود حتما با یک جنگ و درگیری به آخر می رسید. Now, can I take a closer look at this? Because why is this your oh my God. I am so sorry. I'm so sorry. Dude, are you serious? I'm so sorry. It was just an accident. We'll talk to management. I'm shutting it down. I'm tired of guys like this. شما چی فکر میکنید این دختر کی است؟ مدل، آوازخوان و یا هنرمند؟ نام او میشل است. او همچون مشاور مالی کار میکند و در این برنامه تلویزیونی شرکت کرده است تا نیمه گم شده اش را یابد. وقتی این خبرنگار درباره بیماری گذرنده کرونا ویروس صحبت میکند، این پیاده‌گر به نزد او آمده کاری غیر اخلاقی میکند. Dankjewel, we zijn even. Hallo. Ja, dank u. Experts kunnen het excuseer. Onbegrijpelijk. Bedankt. Ik probeer nog geen. در وقت پخش زنده دختری از نزد خبرنگار میگذرد. این مرد خبرنگار نگاهش را با پیشش گرفته نمیتواند و از پس این دختر نگاه میکند. امیدوارم که او عائله‌دار نباشد وگرنه این بگاه در خانه‌اش حتما جنجال کلانی روی خواهد داد. نه؟ Más. ¿Tiene retzelica? ¿Tiene patas de retzelica? در فستیوال پسرک روی خود را به شکل زامبی ها رسامی کرده است و وقتی خبرنگار از او میپرسد که او چه احساسی دارد، پسرک در جواب میگوید من سنبقه را دوست میدارم. این صحبتی او خیلی به تماشابینان پسند آمده است. At the waterfront village with my friend the zombie Jonathan. You're looking good. Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. All right, you're great zombie. در وقت پخش زنده در کشور آورلند پیاده‌گردی که از آنجا می‌گذرد بر روی یخ لغزیده به زمین می‌افتد. این همه تماشابینان را حیران کرده بود و آنها برای هموطنشان خیلی تشویش شده بودند. بهتر است در وقت اجرای برنامه در نزد شترها نایستید، چون که این حیوان اگر چیزی را معقول نکند حتما با آن حمله می‌کند. حالا این میمون بچه را بینید که در این برنامه نقشش را خوب اجرا کرده است. خوب است که این برنامه پیشکی طراحی شده است وگرنه خیلی وحشتناک خواهد بود. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. اگر ویدیو به شما پسند آمده باشد حتما لایک گذارید. برای به خبر نماندن از ویدیوهای جالب نوبتی ما حتما به کانال ابونه شوید.